فصل دوم، بخش دوم، محتوا و ساختار من درونی. ذهن برخاسته از من درونی کاملا تحت تاثیر گذشته تعیین شده و کارکردی دو وجهی دارد که شامل محتوا و ساختار است. در مورد کودکی که به دلیل از دست دادن اسباب بازیش گریه سر می‌دهد، اسباب بازی نمایانگر محتواست و هر چیز دیگری می‌تواند جایگزین آن گردد. محتوایی که شما خود را با آن یکی می‌پندارید تحت تأثیر محیط، شیوه تربیتی و فرهنگ شما تعیین شده است. اینکه آیا آن کودک ثروتمند یا فقیر است، آن اسباب بازی تکه‌ای چوب است که به شکل حیوانی تراشیده شده یا وسیله‌ای الکترونیکی و پیچیده است، تفاوتی نمی‌کند، چون اندوه از دست دادن آن موضوع اصلی محسوب می‌شود. دلیل ایجاد چنان اندوه عمیقی در کلمه مال من پنهان می‌باشد که جنبه ساختاری من درونی است. انگیزه ناخودآگاه برای تقویت هویت فرد از طریق ارتباط آن با یک شیء در ساختار ذهن برخاسته از من درونی ایجاد می شود. یکی از اساسی ترین ساختارهای ذهنی که من درونی از طریق آن موجودیت می یابد همانندسازی است. کلمه همانندسازی برگرفته از کلمه لاتین به معنای همان و به معنای ساختن است. بنابراین هنگامی که من خود را با چیزی یکی میپندارم، من آن را همانند میسازم. همانند چه؟ همانند خودم. من ادراکی از خودم را به آن منتقل میکنم و در نتیجه آن چیز تبدیل به بخشی از هویت من میگردد. یکی از اساسی ترین سطوح همانندسازی مربوط به اشیاء گوناگون می شود. اسباب بازی من بعدها تبدیل به ماشین من، خانه من، لباس من و نظیر آن می شود. من تلاش می کنم تا خود را در اشیا بیابم، اما هرگز به طور کامل قادر به انجام آن نیستم و در نهایت خود را در آنها گم می کنم. این سرانجام من درونی است. همزاد پنداری با اشیا. صاحبان صنعت تبلیغات به خوبی می‌دانند که برای فروش محصولاتی که مردم به راستی نیازی به آنها ندارند، باید افراد را متقاعد کنند که آن محصولات باور آنها از خودشان یا آنچه که دیگران در ایشان می‌بینند را ارتقا می‌دهد. به عبارتی دیگر، موجودیت آنها را تقویت کنند. به عنوان مثال، آنها به شما میگویند که با استفاده از این محصول از دیگران برتر خواهید شد و در نتیجه به طور ضمنی موجودیت شما را تقویت میکنند. آنها ممکن است در ذهن شما ارتباطی بین آن محصول و چهره‌ای مشهور، جوانی، جذابیت یا شخصی خوشبخت ایجاد کنند. تصاویر مشاهیر کهنسال یا وفات یافته از دورانی که در اوج بودند نیز برای این مقصود به کار می رود. تصور این است که شما با خرید آن محصول و در واقع تصاحب آن شبیه به آنها می شوید یا به عبارت دیگر ظاهر بیرونی آنها را پیدا می کنید. بنابراین در اغلب موارد شما با خرید یک محصول در واقع یک تقویت کننده هویت را خریداری می کنید. محصولات مارکدار در اصل هویت‌های جمعی هستند که شما را به طرف خود جلب می‌کنند. آنها گران قیمت و در نتیجه ویژه هستند. اگر تمام افراد قادر به خریدشان باشند، ارزش روانی آنها از بین می‌رود و تنها چیزی که باقی می‌ماند ارزش کیفی آنهاست که فقط بخش ناچیزی از بهای پرداخت شده است. نوع اجناسی که خود را با آنها یکی می‌پندارید بر حسب سن، جنسیت، درآمد، طبقه اجتماعی، مد روز، فرهنگ محیطی و نظایر آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است. آنچه که شما خود را با آن یکی می‌دانید مربوط به محتوا می‌شود، در حالی که انگیزه ناخودآگاه در این جریان ساختاری محسوب می‌شود. این یکی از بنیادی ترین شیوه های عملکرد ذهن برخاسته از من درونی است.
از سوی دیگر آنچه که این جامعه مصرف کننده را همچنان به پیش می‌راند این حقیقت را نیز بیان می‌کند که تلاش برای یافتن خودتان از طریق محصولات راه به جایی نمی‌برد. خوشنودی من درونی کوتاه مدت است و در نتیجه شما را به سوی خرید بیشتر و مصرف بیشتر سوق می‌دهد. به هر جهت در بعد فیزیکی خود بیرونی ما را نمایان می‌کند، اسباب و لوازم بخش گریز ناپذیر و ضروری زندگی ما هستند. ما به مسکن، پوشاک، لوازم خانگی، ابزار و وسایل نقلیه نیازمندیم. چیزهایی نیز در زندگی ما وجود دارند که به دلیل زیبایی یا کیفیت ذاتیشان برای ما ارزشمند هستند. ما باید دنیای اشیا را ارج بگذاریم، نه آنکه از آنها بیزار باشیم. هر چیزی که موجودیت یافته در واقع شکلی گذراست که خاستگاه آن به حیات بیشکلی که سرانجام تمام اشیا، تمام پیکرها و تمام اشکال است باز می‌گردد. در اغلب فرهنگ‌های کهن اعتقاد بر آن بود که هر چیزی، حتی اشیای بیجان، دارای روحی زنده هستند. بنابراین آنها بیش از ما به حقیقت نزدیک بودند. هنگامی که در جهان ملال‌آور مجردات ذهنی به سر می‌برید، دیگر قادر به درک روح هستی نیستید. اغلب افراد به جای واقعیت موجود با واقعیت ذهنی زندگی می‌کنند. تا زمانی که از اسباب و لوازم جهت یافتن هویت و اعتبار برای خود بهره ببریم، نمی‌توانیم به راستی آنها را ارزشمند بدانیم. این دقیقاً همان کاری است که من درونی انجام می‌دهد. همانندسازی من درونی با اسباب مادی موجب وابستگی به آنها می‌شود و بنابراین جامعه مصرفگرا و ساختارهای اقتصادی را ایجاد می‌کند که تنها مقیاس آن برای پیشرفت همواره مصرف بیشتر است. تلاش و تقلا برای مصرف و رشد پایان ناپذیر موجب اختلال و بیماری است. مانند سلول سرطانی که تنها هدفش تکثیر خود است، در حالی که نمی‌داند با تخریب اندامی که خود بخشی از آن است موجب انهدام خویش خواهد شد. برخی اقتصاددانان تا حدی به موضوع رشد اعتقاد دارند که قادر به رها کردن آن کلمه نیستند و به رکود اقتصادی نیز با عنوان دوران رشد منفی اشاره می‌کنند. بخش بزرگی از زندگی اغلب افراد صرف توجه وسواسگونه به لوازم مصرفی می شود. به همین دلیل است که یکی از بیماری‌های دوران ما را می توان تکثیر لوازم نامید. زمانی که دیگر قادر به احساس زندگی که خود بخشی از آن محسوب می شوید نیستید، تلاش می کنید تا زندگیتان را با لوازم پر کنید. به عنوان یک تمرین معنوی پیشنهاد می کنم که ارتباط خود را با دنیای اسباب مادی و به خصوص چیزهایی که مالکیت شما را نسبت به آنها نشان می دهد از طریق مشاهده درونی بررسی کنید. شما باید به دقت و صادقانه توجه کنید که آیا ارزشی که برای خود قائل هستید به دارایی‌های شما مربوط می شود یا به عبارت دیگر آنها می توانند احساس برتری و مهم بودن را به شما القا کنند؟ آیا سعی می کنید به طور اتفاقی به دارایی‌های خود اشاره کنید یا در معرض دید دیگران قرارشان دهید تا ارزش خود را از نگاه آنها و در نتیجه خودتان افزایش دهید؟ آیا هنگامی که ثروت دیگری بیش از شماست یا آن زمان که دارایی خود را از دست می دهید احساس افسوس، خشم یا حقارت می کنید؟